بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی نهایت با رحم و مهربان. الحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا مخصوص پروردگار عالمیان است. او را سپاس و ستایش میگوییم و از او درخواست کمک میکنیم و طلب آمرزش از او میکنیم و به سوی او توبه میکنیم. به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناشایسته امان. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی به راه راست راهنمایی کند، کسی او را گمراه کردن نمیتواند. اما هر کی راه گمراهی را انتخاب نماید، هیچ کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند. پروردگارا، ما هیچ دانشی نداریم، هیچ علمی نداریم مگر آنچه که تو بر ما آموخته ای. پروردگارا، بر ما علمی سودمند نصیب روزی بگردان. اما بعد، امروز با همراهی شمایان برادران و خواهران گرامی از این کتاب مبارک الاصول الثلاثه، اصلهای سیگانه، که دانستن آن برای هر یک شخص مسلمان مرد و زن واجب و لازمی و حتمی است، چون در قبر از این سوالها از هر بنده پرسیده می شود و بنده باید بر این سوالها جواب درستی داشته باشد. که این سه سوال در قبر پرسیده می شود سوالای مهم هستند: پروردگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ و پیامبر تو کیست؟ ولیکن در معنا این بسیار عظیم است. اگر هر کسی که در قبر به این سوالها جواب را داده توانست، حتما نجات پیدا میکند و پیروزمند می شود. اما در درس گذشته مقدمه اول را گرفتیم. دانستن این 4 مسئله با اعلم، با بدان شروع کرد، رسول ما خطاب کرد و بر ما دعای رحمت کرد، رحمک الله گفت. واجب است بر ما دانستن این 4 مسئله. اول العلم که معرفت الله بود، سپس معرفت پیامبر، سپس معرفت دین اسلام با دلیل ها. نقطه خیلی مهم با دلیل ها، دلیل هایی که از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله استناد می‌گردند. سپس عمل کردن بر آن بود، سپس دعوت به سوی آن بود، سپس صبر در آزار و اذیتی که برای انسان معید بود. سپس 3 مسئله دیگری را با همراه شما گرفتیم. مسئله اول اینکه الله خالق است، رازق است، مدبر است، تدبیر کننده است، میراننده و زنده گرداننده است. الله را رب، خالق، مالک و رازق دانستن. دوم، الله هرگز روز نمیشود که بر او کسی چیزی را شریک قرار بدهیم، اگرچه ملائکه مقرب درگاه الله باشد یا پیامبر مرسل باشد. سوم قاعده ای که گرفتیم تا دوم دانستن 3 مسئله این بود که هنگامی که ما الله سبحانه و تعالی را با یگانگیش اقرار نمودیم و عبادت را از برای او قرار دادیم، برای ما هرگز جایز نیست که دشمنان الله را دوست خود قرار بدهیم. این بود مسئله سگانه ای که دانستن هر یک مسلمان مرد و زن شیخ تاکید کرد که برای ما واجب است، برای هر یک مسلمان مرد و زن. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی شروع می نماید در بیان مسئله های بعدی و می فرماید و اعظم ما امر الله به التوحید، و بزرگترین چیزی که الله متعال به آن امر فرموده است یا که ما را به آن امر کرده است این توحید است. این چی است؟ این توحید است. بزرگترین چیز که بر آن ما امر شدیم این توحید است. یکی از امورهای عظیم شریعت این توحید است. بدون توحید اعمال انسان پذیرفته نمی شود، بلکه اگر در آن شرک آمیخته شود حبطه می گردد یا اینکه ریا. یعنی آن چیزی که از همه زیاد اهمیت دارد در میان همه احکام شریعت، اهمیتش بیشتر است، اهمیت ویژه‌ای دارد، این توحید است. که معنای توحید این الله را افراد الله بالعباده، الله را بر عبادت یگانه دانستن، الله را با عبادت و اخلاص عبادت کردن. که معنای توحید این افراد الله بالعباده، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، یعنی همه عبادت مخصوص الله قرار بگیرد. و توحید باشد از لحاظ لغت زبان عرب، این از کلمه وحد یوحد توحیدا گرفته شده است، یعنی یگانه کردن، یگانه دانستن، یک نمود حسابیدن می باشد. و این معنا تنها در نفی و اثبات حقیقت می یابد، به تحقق می افتد. نفی کردن شریکان برای الله و اثبات کردن یگانگی او در عبادت. و این توحید مصدر است گرفته شده از کلمه وحده، یگانگی، یعنی تنهایی، تنها او سبحانه و تعالی را دانستن یگانه در عبادت. اما توحید در شریعت باشد افراد الله تعالی بالعباده، یگانه شمردن الله، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت می باشد. در عبادت اخلاص نمودن و مخصوص گرداندن عبادت تنها برای الله متعال بدون شریک. و توحید بر 3 قسم جدا می شود. نوعهای توحید 3 قسم می باشند. اولا توحید ربوبیت. توحید ربوبیت هو افراد الله سبحانه و تعالی بالخلق والملك والرزق والتدبیر. از توحید ربوبیت این یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در خلق، در ملک، در رزق، در تدبیر امور، این توحید ربوبیت میگن. یعنی اختصاص دادن آفرینش، مالکیت و تدبیر تنها برای الله سبحانه و تعالی است. یعنی الله یگانه آفریدگار، مالک و
اداره کننده عالم است. و دلیل این توحید ربوبیت قول الله سبحانه و تعالی است می‌فرماید الا له الخلق والامر. آگاه باشید که آفرینش و فرمان روایی فقط از آن اوست. سوره اعراف آیه 54. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار تا آخر آیت. در آخر میگه فسیقولون الله. بگو کیست که شما را از آسمان و زمین رزق میدهد و کیست که بر شما گوشها و شنوایی میدهد؟ کیست که صاحب گوشها و شنوایی است و چشم هاست؟ میگویند الله. اقرار میکنند ربوبیت الله را، همگی اقرار میکنند. حتی کافران میدونستند که آفریدگار و رزق دهنده الله است، ولی آنها مشرک بودند چون در عبادت او را یگانه نشمردند. همین است که قسمت دوم از توحید می آید توحید الوهیت می شود. و توحید الوهیت باشد افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت. تمام نوعهای عبادت هستند، اینها رو خاص الله قرار بدهی، یعنی اختصاص دادن عبادت به تنهایی برای الله سبحانه و تعالی. و این معنا دارد که انسان کسی را با الله هم ردیف نگرداند، شریک قرار ندهد، او را با الله عبادت نکند، به نزد او به خاطر نزدیک شوی مراجعت نکند، از او دعا و کمک یاری مدد نطلبد، تنها از الله. همون طوری که از الله طلب نماید از مخلوقان این گونه طلب نکند. این خاص شدن عبادت تنها برای الله سبحانه و تعالی. انسان با همراهی الله هیچ کسی را در عبادت شریک قرار ندهد. چگونه که به الله نزدیک میشود، چگونه که از برای الله از الله طلب نماید، از مخلوق این گونه طلب نکند، با اون نزدیک شود. و دلیل توحید الوهیت الله میفرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله را عبادت کنید و بر الله کسی چیزی را شریک قرار ندهید. در سوره نساء آیه 36. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره بینه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. و آنان امر نشدند مگر آنکه الله را عبادت کنند، دین را برای او با اخلاص قرار بدهند. پس اگر کسی دعا را برای غیر الله صرف کرد، به اولیاء، به قبرها، به بت‌ها، به هر کسی دیگری، الله را در عبادت شریک قرار داده است، با الله در عبادت شریک قرار داده است. پس این توحید الوهیت را مخالفتی می‌نماید. پس قسمت اول از توحید ربوبیت، دوم توحید الوهیت و قسمت سوم توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات این است که افراد الله تعالی بما سمى به نفسه و وصف به نفسه فی کتابه او علی لسان رسوله صلی الله علیه و سلم. پس توحید اسماء و صفات این یگانه شمردن الله سبحانه و تعالی بر آنچه که نفس خود را وصف کرده است در کتابش یا بر زبان رسولش صلی الله علیه و سلم خود را وصف کرده است. بر این اقرار کردن، اعتراف و باوری کردن، یعنی اخلاص نمودن برای الله با آن نامها و صفات‌هایی که الله برای خود اثبات کرده است. در کتاب خود باشد یا با زبان رسولش صلی الله علیه و سلم، با اثبات نمودن آنچه که الله اثبات کرده است و رد کردن آن چیزی که الله رد کرده است، بدون تحریف، بدون تغییر دادن نام‌ها و صفات الله، بدون تعطیل، بدون انکار کردن صفات الله، بدون کیفیت چگونه اش را معین کردن و بدون تمثیل، بدون مانند کردن. یعنی الله سبحانه و تعالی با نام‌ها و صفات‌هایی که خودش ذکر کرده است بشناسیم او را. و دلیل این توحید اسماء و صفات قول الله سبحانه و تعالی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها می‌فرماید در سوره اعراف آیه 180. میگه برای الله نام‌های زیباست، پس او را با آن نام‌ها بخوانید. و الله می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز مثل مانند او نیست و او شنوا و بیناست. سوره شورى 11. پس در این دو چیز روشن میگردد. الله صفات‌ها دارد و هو السمیع البصیر، میشنود و میبیند، اما شنیدن او سبحانه و تعالی مانند شنیدن بندگان نیست. نمیتونیم این را کیفیت این را مانند این را ذکر نماییم. پس اثبات صفات الله سبحانه و تعالی با این راه صورت میگیرد، اثبات آن چیزهایی که الله اثبات کرده است و نفی کردن آن چیزهایی که الله از خود نفی کرده است، بدون تحریف، بدون تغییر دادن معنا و بدون تعطیل، انکار کردن صفاتها و بدون تکییف، کیفیت معین کردن و بدون تمثیل، مانند کردن با مخلوقات. پس ما میگیم الله سمیع است، شنوا است، نه مثل شنوای مخلوق. الله بصیر است، میبیند، ولی نه مثل دیدن مخلوقات. خلاصه توحید بر 3 قسم تقسیم شده است. ربوبیت، همه چیز از او آغاز شد و به سوی او باز میگردد. الوهیت، همه عبادت تنها برای او انجام می‌یابد. و اسماء و صفات، او را با نام‌هایش و صفات‌هایش بشناسیم بدون تشبیه و تمثیل و تکییف و همچنین تعطیل.
و وقتی که مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا گفتی اعظم ما امر الله به التوحید، بزرگترین چیزی که الله بر ما امر کرده است این توحید است، معنیش آن است که تمام شریعت، تمام دین، تمام حکمت و هدایت در یک کلمه جمع شده است. یگانه دانستن الله در آن چیزی که سزاواری آن هست در عبادت. پس بدون توحید دین انسان بوده نمیتواند. پس توحید عبادت انسان را راستین میکند و در قلب انسان نور میبخشد و آدمی صادق به الله اعمالش را باطل نمیسازد. هر کسی که با توحید ربوبیت اعتقاد داشته باشد، باوری داشته باشد، بر وی لازم میگه که توحید الوهیت را نیز بپذیرد و عبادت را تنها از برای الله قرار بدهد. اما هر کس که توحید ربوبیت را اقرار مینماید و عبادت را در غیر الله صرف مینماید، از او پذیرفته نمیشود، از جمله مشرکین قرار میگیرد. پس اسلام انسان تنها با توحید الوهیت، یعنی عبادت تنها برای الله قرار بگیرد، کامل و پذیرفته میشود. در غیر این صورت پذیرفته نمیشود. و همچنین ایمان به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی طوری که قرآن و سنت آورده است و توحید اسما و صفات قسم جدا ناپذیر و جدا نشونده توحید است. پس یکی با دیگری شده نمیتواند. توحید ربوبیت را اقرار نمودی که الوهیت را انکار کردی، ربوبیت و الوهیت را اقرار نمودی اسما و صفات را انکار کردی، یا اینکه اسما و صفات را اقرار نمودی الوهیت را انکار کردی، یا که در غیر الله عبادت صرف کردی، پس انسان توحید ندارد و از توحید سخن نگوید و سخن نکند. پس توحید انسان کامل میگردد در هنگامی که تسلیم میگردد، کاملا خود را تسلیم فرمان الله میکند و قرآن کریم آنگونه که نازل شده است بر آن باور و اعتمادی که دارد با آن تسلیم میگردد. پس بزرگترین چیزی که الله بر ما امر کرده است این توحید است، عبادت الله سبحانه و تعالی. و سپس فرمود و اعظم ما نهى عنه الشرک، و بزرگترین چیزی که الله بندگانش را از آن منع کرده است این شرک است. یعنی آن منعی که کرده است با تأکید قطعی آمده است. نهی به معنی تحریم است، که حرام است که انسان شرک را انجام بدهد. از همه گناهان بزرگترین، هیچ گناه با او برابر شده نمیتواند. خطرناکترین گناه، بزرگترین ظلم و جرم این شرک است. و اعظم ما نهى الله عنه، بزرگترین چیزی که الله از آن منع کرد برمیگردد، یعنی آن چیزی که منع شده است و بزرگترین چیزی که منع شده است این شرک است. و شرک چی است؟ شرک در لغت به معنای نصیب، بخش، حصه، یعنی پارچه از چیزی را بر کسی بخشیدن، بر کسی سزاوار دانستن. شرکت میگوییم شریک دادن، شریک شمردن کسی با الله. اما در شریعت باشد، پیامبر اینو تفسیر کردن، گفتن ان تجعل لله ندا و هو خلقك، بر الله ند قرار بدی، شبیه قرار بدی، شریک قرار بدی در حالی که تو را آفریده است. دعا کردن و عبادت کردن غیر الله با همراهی او، یا برای الله شریک و ند مانند و همردیف و همتا گرفتن. پس شرک معنیش روانه کردن یگان نوع عبادت به غیر الله می باشد. مثلا دعا کردن از برای غیر الله، دعا و کمک یاری مدد طلب کردن از مردگان، از قبرها، از شیخها، قربانی کردن به نام غیر الله از برای غیر الله، سوگند به نام غیر الله از برای غیر الله، سجده کردن برای کسی یا چیز دیگری از برای غیر الله برای غیر الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله هرگز و هرگز شرک را نمیبخشد و غیر شرک هر چیزی را از برای هر کسی بخواهد میبخشد و میآمرزد. سوره نساء آیه 48. بارک الله فیکم. پس شرک بر دو قسم تقسیم میشود. شرک اکبر، شرک بزرگ میگویند، یعنی انسان نوعی از نوعهای عبادت را برای غیر الله صرف می نماید. مثال دعا کردن به غیر الله، مثل یا پیری فلان میگوید، یا مادر میگوید، یا ولی میگوید مرا نجات ده، در حالی که مردگی هستند، زنده نیستند. یا که چیزی که خصوصیت الله هست، اختصاص الله هست، او را در غیر الله میبیند، به مانند میرانیدن، زنده گرداندن، فرزند دادن، ثروتمند کردن، یا قربانی کردن برای غیر الله، سوگند از برای غیر الله، بت پرستی، قبر پرستی، پرستش ستاره ها، آتش و غیره. این بزرگترین گناهان است. کسی که این گناهان را صادر کرد یا که نوعی از این را صادر کرد، از دایره اسلام خارج می شود، کافر و مرتد و مشرک می گردد و برایش لازم می گردد که توبه خالصانه با سوی پروردگار باز بگردد و کلمه شهادت را بگوید. الله سبحانه و تعالی هنگامی که شخص اگر با شرک بمیرد او را نمی بخشد. ان الله لا یغفر، الله نمی آمرزد ایشرک به، کسی که بر او شرک بیارد.
و دلیل از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و از او پرسیدند بزرگترین گناه کدام است؟ گفتند ای رسول الله، فرمودند ان تجعل لله ندا و هو خلقك، آن که برای الله نید شریک همتا قرار بدهی در حالی که او تو را آفریده است. در روایت بخاری و مسلم و همچنین در حدیث دیگر آمده است آیا بر شما از بزرگترین گناهان خبر ندهم؟ گفتند بله. گفتند ان تدعو لله ندا و هو خلقك، بزرگترین گناه این که از کبیره، بزرگترین کبیره ها شرک به الله آوردن، ان تدعو لله ندا، غیر الله را دعا کنی، از غیر الله دعا و کمک یاری طلب نمایی در حالی که الله تو را آفریده است. پس تمام گناهان، تمام جنایت ها در مقایسه و نسبت به شرک اینا خرد هستند، کوچک هستند، چیزی نیستند. اگر انسان تمام گناهان بد را انجام بدهد، العیاذ بالله با مادر خود همخوابگی کند و از مادر خود حامله دار شود و فرزند را با مادر خود سپس بکشد و سپس آنها را در آتش بزند، گناه این کمتر است از شرک به الله سبحانه و تعالی آوردن. برای همین گفت ان تجعل لله ندا، ند مانند، شبیه و همتا قرار دادن. اگر برای کسی نوعی از نوعهای عبادت صرف شود مثل دعا، قربانی، سوگند، محبت، توکل، پس این شرک قرار میگیرد. الله فرمود واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، واعبدوا الله، الله را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید. واعبدوا الله فرمان مستقیم است، دلیل بر واجب بودن، بر فرض بودن، یعنی تنها الله را عبادت نمایید، امر الهی است. ولا تشركوا به شیئا، بر الله کسی چیزی را شریک قرار نده، این منع از تحریم است، حرام بودن است، شرک آوردن به الله حرام است. کلمه شیئا در اینجا نکیره در زبان عرب میگویند، به معنای نهی است، پس عمومیت را در بر میگیرد. هیچ چیزی را از هر نوع فرشته، پیامبر، بت، درخت، سنگ، هوا، هر چیزی رو عبادت نکنید، هر چیزی رو ترک کنید. نباید عبادت شوند هیچ چیزی، بلکه عبادت از برای الله قرار بگیرد. اما قسمت از دوم از شرک اصغر میگن، شرک خرد. شرک است که از دین انسان را خارج نمیکند ولی ایمان را کم میکند و عمل انسان را خراب میسازد و این بسیار وقتها در عملها و نیتهای پنهانی رخ میدهد. مثل ریاکاری کردن، عمل را انسان انجام میدهد، کار را انجام میدهد برای نمایش دادن، برای تعریف و ستایش مردم انجام میدادن، نه برای الله. پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمود که بیشتر از همه چیز برای امت خود شرک خرد رو میترسم. پرسیدند شرک خرد چیست ای رسول الله؟ گفتند ریا هست، عملهای خود را برای مردم نشان دادن، در مسند امام احمد. یا سوگند به غیر الله خوردن، قسم به مادر، به وطن، به پدر، بر زن، بر دیگر، به جان و هر چیز دیگری، اینم شرک است. پیامبر الله فرمودند هر کسی که به غیر الله سوگند خورد شرک آورده است، در روایت ابوداود ترمذی. پس برای چی شرک از همه گناهان خطرناکتر بود است؟ چون حق الله را پایمال کردن است و حق الله این است که تنها او را عبادت نمایی و شرک سبب ابدی در دوزخ ماندن انسان می شود اگر بی توبه از این دنیا بگذره بمیرد. و شرک تمام عملهای صالح انسان را حبطه و نابود می سازد. الله می فرماید ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون، اگر آنها شرک بیورزند، شرک بیارند، آن چیزها، آن عملهایی که انجام میدادن آنها را حبطه و نابود میسازیم. سوره انعام آیه 88. پس شرک بزرگترین گناه بوده است. شرک اکبر از دین انسان را خارج میکند، گناهی نبخشیدنی است اگر بی توبه انسان بمیرد. شرک اصغر از دین بیرون نمیکند ولی ایمان انسان را کاسته میکند و عمل انسان را حبطه میسازد. پس دلیل شرعی این دو مسئله اساسی، امر به توحید و نهی از شرک، خیلی مهم است. بارك الله فيكم. و الله سبحانه و تعالی میفرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، الله را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید. و عبود الله امر بر عبادت است، امر میکند، امر دولت بر فرضیت است، واجب است که شما الله را عبادت نمایید و واجب است شما از عبادت غیر الله دوری بجویید. قاعده عمومی است میگویند که امر یقتضی الوجوب، امر دولت بر واجب بودن میکند، پس عبادت الله واجب است. الله میفرماید که اقیموا الصلاة، نماز را بر پای بدارید. اقیموا امر است، یعنی که دلالت بر واجب یعنی فرض بودن گزاردن نماز است و ترک آن کفر میگردد. بارك الله فيكم. و نهی کرد ولا تشركوا به شیئا، ولا تشرک، کلمه لا در اینجا لا نهی است، نفی است که هیچ چیزی رو بر الله شریک قرار ندهید. حرام است که هر نوعی از نوعهای عبادت درباره غیر الله صرف نمایی. و شیئا گفت هیچ چیزی رو در سیاق نهی آمدگی است، این معنای عمومی رو در بر میگیرد، نوبسته از اینکه فرشته مقرب درگاه الله باشد یا پیامبر مرسل باشد یا سنگ، بود، درخت باشد یا هوا و هوس، خواهشات نفسی باشد، هیچ چیزی رو عبادت نکنید، تنها الله رو عبادت نمایید.
تنها به سوی او باز بگردید. تنها نجات شما در او، در عبادت اوست. هر که در مقابل الله قرار داده شود و عبادت کرده شود، پس وی شرک حسابیده می شود و بخشیدنی نیست. بارک الله فیکم. پس خلاصه این کلام مؤلف در اینجا امر بندگان را امر به سوی توحید می نماید، به سوی خیر راهنمایی میکند و بندگان را از بزرگترین گناهان که هلاک کننده است از آن باز می دارد. ولا تشرکوا به شیئا. و دلیل قول الله سبحانه و تعالی را آورد که تفسیر و بیان کردیم. و سپس میگوید مؤلف رحمه الله تعالی: فاذا قیل لك، پس اگر بر تو گفته شود، مل اصول ثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها، سه اساسی که بر انسان دانستنش واجب است چیست؟ فقل، پس بگو: معرفت العبد ربه، شناخت بنده پروردگارش را، و دینه، و دینش را، و نبیه، و پیامبرش را صلی الله علیه و سلم. فاذا قیل لك، گفت یعنی اگر بر از تو پرسیده شود، صفت مجهول از قیل استفاده شد، یعنی از تو کسی بپرسد، عمومیت رو افاده میکند. هر کس میتواند از تو این سوال رو بکند، سوال مخصوص. مل اصول ثلاثه، آن اصلهای سگانه چیست؟ کلمه اصل در لغت به معنای بنیاد است، اساس است، پایان است، چیزی است که بر آن دیگر چیزها ساخته می شود. پس اصل دین چنین سگانه است. پایه تمام دین ایمان بر این استوار شده است. پس سبب تأکید این اصول چون بنده را بعد از مرگ در قبر هنگامی گذاشته می شود پرسیده می شود: من ربک، پروردگار تو کیست؟ ما دینک، دین تو چیست؟ و من نبیک، و پیامبر تو کیست؟ سه سوال اساسی بنیاد ایمان و دین انسان: شناخت پروردگار، اعتقاد کردن به اینکه الله آفریدگار است، دهنده، یگانه سزاوار عبادت است. شناخت دین یعنی اسلام را با معنای درستش دانستن و با آن عمل کردن. و شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم، او صلی الله علیه و سلم را همچون آخرین رسول، آخرین پیامبر، آخرین نبی که الله او را با دین حق فرستانید، از او پیروی کردن. فرمود مؤلف: التي يجب على الانسان معرفتها، آن اصلهای سگانه ای که واجب است بر انسان دانستن آن. کلمه واجب، یجب، واجب حکم شرعی است، یعنی فرض است، حتمی است برای انسان، فرض عین است که با اجرای آن انسان ثواب میگیرد، با ترک آن انسان مورد عقاب و عذاب قرار میگیرد. نه فرض کفایه است، بلکه برای همگان فرض عین است. انسان گفت عموم انسان در بر میگیرد، تمام انسانیت در بر میگیرد. برای مسلمان اجرای آن حتمی است، برای کافر نیز اجرای آن حتمی است. از مؤمن در قبر پرسیده می شود، مؤمن جواب می دهد. از کافر پرسیده می شود، اما کافر جوابی ندارد. فقل معرفت العبد رب و دین و نبی، پس بگو اصل اول شناخت بنده پروردگارش و دینش و پیامبرش را. پروردگار خود، شناخت معبود بر حق با نامها و صفاتهایی که الله در کتاب قرآن و سنت اثبات کرده است. قبول آن که او خالق و رازق و معبود و مدبر است، تنها تمام عبادات سزاوار او قرار بگیرند. شناخت دین او سبحانه و تعالی، شناخت دین حق که الله با بندگانش فرض گردانید پیروی از این دین را، دین اسلام را. هیچ دین در نزد الله قبول نمی‌گردد مگر دین اسلام. اسلام یعنی اطاعت الله، تسلیم شدن در برابر فرمان او، با امرهایی که فرموده است، با نهی‌هایی که کرده است باز داشتن خود، و ترک چیزهایی که من کرده است، و تسلیم و رضا با محبت و توحید. و شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم وسیله ارتباط ما با الله سبحانه و تعالی. او آخرین رسول است و شریعت او همه ادیان، دینهای پیشین را نسخ منسوخ کرد با محبت و اطاعت و پیروی از او صلی الله علیه و سلم از شریعت او. پس این شرط حقیقت ایمان است. پس جواب سؤال فرشتگان در قبر برای نجات بنده در قبر آخرت میگردد و انسان نمیتواند بر این سوالها جواب بدهد مگر با دانستن این سه مسئله که دانستن آن حتمی است، چون حقیقتا این اساس دین ماست، شناخت رب و دین و رسول او. فاذا قیل لك، هنگامی که بر تو گفته شود من ربک، پروردگار تو کیست، بر این تو باید جواب داشته باشی. فقل ربی الله الذی ربانی و رب جمیع العالمین بنعمه، پس بگو پروردگار من الله است که ما را تربیت کرد، آفرید و ما را تربیت کرد و تمام عالمیان را با نعمتهایش نیز تربیت کرد. لیس معبود سوا، غیر او سبحانه و تعالی برای من معبود نیست. من ربک سوال می شود در این سوال اولین سوالی که در قبر پرسیده می شود، سوال قبر که فرشتگان از بندگان، از هر بنده میپرسند معبود و پروردگار تو کیست؟ من ربک، و رب در لغت به معنای تربیت کننده، نگاه دارنده، تأیید کننده، و در شریعت خالق، رازق، مالک، معبودی بر حق است. این معنای رب است. پس چی میگویی در جواب؟ ربی الله میگویی، پروردگار من الله است، اوست که مرا آفرید، رزق داد، پرورش نمود و مرا هدایت کرد. ربی الله، الله پروردگار من است، یعنی آفریدگار، صاحب ملک و تدبیر کننده امور من است.
و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی الحمدلله رب العالمین. اولین سوره فاتحه الحمدلله سپاس و ستایش از آن پروردگار است که رب عالمیان است. الذی ربانی، آن پروردگاری که من را تربیت نمود و مرا آفرید، به حیات آورد، سپس ما را تربیت کرد، پرورش نمود. و رب جمیع العالمین بنعمه، که مرا و تمام عالمیان را با نعمتش تربیت کرد. بنعمه، با نعمتش. بعد در اینجا سببیه هست، یعنی که با سبب نعمتهایش کسی که ما زنده هستیم و از نعمتهای او استفاده میبریم. کلمه نعمتها در شکل عمومی آمده است. نعمتهای ظاهری، تن سلامتی بر دوام، رزق، روزی، خوراکه، پوشاکه، روشنایی، مال، حیات، زندگی، بیناییش، هر چیزی نعمتهای ظاهری. و نعمتهای باطنی باشد ایمان، اسلام، توحید، هدایت، راه سنت. حتی از لحظه اولینی که انسان در شکم مادرش آفریده می شود، از همون جا رزق الله بر این بنده تعیین می‌گردد. طوری که در حدیث آمده است، فرشته برای جنینی که در بطن مادر در 4 ماهگی قرار میگیرد، عمل آن، عمر آن، رزق و سعادتمندی که شقاوتمندی آن را کتابت میکند. و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که از شما هست از جانب الله هست. هر رزق، روزی، هر سلامتی، حیات، راهنمایی از جانب اوست. لیس لمعبود سوا، در این حال باید تو بگویی که معبود بر حق جز او ندارم، من غیر او معبود ندارم. پس این جمله سیری توحید است. معبود بر حق ندارم، معبود دیگری را جز او عبادت نمیکنن. لیس لی معبود، نفی میشود، سواه شد، غیر او معبود دیگری ندارم، تنها او معبودی بر حق من است. پس این است معنای کلمه لا اله الا الله. نفی، رد کردن هر معبود باطل، اثبات نمودن عبادت از برای الله سبحانه و تعالی. همین است که الله میفرماید و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه، پروردگارت حکم کرد، امر فرمود که جز او کسی دیگری را عبادت نکنه. سوره اسراء 23. و اما میفرماید ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. این است الله پروردگار شما، هیچ معبود جز او نیست، او آفریدگار هر چیز است، پس او را عبادت نمایید. سوره انعام آیه 102. این آیه کریمه اثبات میکنه که عبادت تنها برای الله واجب است و شرک بر او آوردن این حرام است. بارک الله فیکم، الله خیرتون دهد. پس خلاصه اصلی اول که انسان در قبر سوال می شود، شناخت الله همچون رب آفریدگار، رزق دهنده، نگاه دارنده، شناخت او همچون معبود، هیچ کس غیر او سزاوار عبادت نیست. و معنای کلمه توحید نفی کردن معبودان باطل و اثبات نمودن معبودی بر حق. پس این جواب در قبر باید باشد. پروردگار من الله است، او ما را با تمام عالمها و تمام عالمیان را آفرید، نعمت داد، پرورش کرد تا اینکه او را عبادت نماییم. پس این جواب تصدیقی واقعی کلمه لا اله الا الله است. الحمدلله رب العالمین، سپاس و ستایش از آن پروردگار عالمیان است. دلیل بر آن که الله متعال اوست که سزاوار عبادت است، نه کسی دیگری. او سبحانه و تعالی تربیتگر تمام عالمیان است. الحمدلله رب العالمین هر روز ما را میخونیم، هر روز تا 17 مرتبه این رو میخونیم. الحمدلله رب العالمین. این تمام نوعهای حمد و ثنا و سپاس ستایش از آن الله است. و حمد در زبان عرب الثناء باللسان على الجمیل اختیاری على جهت التعظیم و تبجیل. ثنا با زبان بر زیبایی با اختیار. این ثنا گفتن، حمد و ثنا گفتن الله سبحانه و تعالی با زبان خود اختیاراً، نه مجبوری، با تعظیم و بزرگداشت او سبحانه و تعالی. این معنای حمد است در لغت. اما در شریعت ذکر محاسن المحمود مع محبتی و تعظیم و اجلال، یادآوری صفات زیبای محمود الله با محبت و تعظیم در قلب. پس حمد او را گفتن، تعریف او را کردن، بر او محبت کردن و بزرگداشت نمودن او. الحمدو، پس این از حمد. الحمدلله میگوییم. امی حمد انا همین تعریف، محبت، بزرگداشت لله از برای الله است، خاصی الله است. هیچ کس این سزاوار، این حق را سزاوار نیست مگر الله. تنها الله سزاوار حمد و ثنا است، نه کسی دیگری، نه چیز دیگری. الحمدلله کلمه الله در اصل از اله گرفته شده است و اله به معنای معبودی بر حق است، یعنی کسی که سزاوار عبادت است، شایسته عبادت است. الحمدلله رب العالمین میگوییم. رب عالمیان، رب یعنی تربیت کننده، صاحب عمومی آفرینش، تدبیر کننده، نگاه دارنده، تربیت کننده. رب العالمین، عالمها
عالمین جمع عالم است. عالم‌های مختلف با نوع‌های گوناگونش، تمام موجودات، همه آفریده‌ها، خواه مکلف باشد از انسان جن، خواه غیر مکلف و عالم‌ها خیلی گوناگون و زیادی هستند. اگر ما از عالم انسان بگوییم چقدر لفظ‌های انسان گوناگون است، زبان انسان گوناگون است، شکل‌های گوناگون دارند. اگر از عالم رستنی‌ها، چرنده‌ها، درنده‌ها، اگر عالم بحر را نگاه کنیم، یک عالم عجیب است. صدها هزار نوع‌های ماهی هستند که هر کدی با خود نوع‌ها دارند، عالم‌ها دارند، در عالم خود زندگی می‌نمایند، با گروه خود هستند. پس هر چی غیر الله عالم است و ما هم از جمله این عالم داخل می‌شویم. پس برای چی این عالم رو عالم میگویند؟ الله گفت الحمدلله رب العالمین، رب عالمیان. عالم رو برای چی عالم میگن؟ عالم هستی میگن. برای چی عالم رو عالم میگن؟ چون این عالم به معنای علامت است، نشانه است، اشاره است، دلیلی بر وجود الله است که یک خالق هست. پس در این آیت اول سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین دو نوعی از توحید ذکر شده است. در یک آیه کلمه توحید الوهیت الحمدلله، تمام حمد و سپاس از برای الله است، تو از برای الله خاص قرار دادی، یعنی عبادت و حمد با حق برای الله اختصاص قرار میگیرد. توحید الوهیت میگویند. و توحید ربوبیت رب العالمین، رب است، مربی و تربیتگر، آفرینگر تمام این عالم، تمام این هستی است که دولت بر وجود و عظمت او رب میکند. این توحید ربوبیت است. یعنی ما با او سبحانه و تعالی هم صفت حق الوهیت رو میدهیم و هم صفت رب ربوبیت رو میدهیم. ما اون رو با این صفت ها میشناسیم. و سپس مؤلف میگوید که و انا واحد من جمله ذلك العالم، و من هم از فرد یا که از جمله این عالم هستم. یعنی انسان تنها یک جزء خردکک اندک از تمام این آفرینش الله است که تمام این هستی با ربوبیت الله پرورش می‌یابد و زیر قدرت او سبحانه و تعالی میباشند. الحمدلله رب العالمین. این دلالت میکند که الله سزاوار تمام حمد و ثنا و تمام عبادت هاست. چون این آیه کریمه همزمان توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات را در بر میگیرد. الرحمن الرحیم آیه 3 در حال شروع می شود. رحمان الرحیم است. پس همه عالم زیر ربوبیت او الله سبحانه و تعالی قرار گرفته است که او مالک مدبر است. پس ربوبیت الله برای همه مخلوق ثابت است. اما عبادت را تنها مسلمان با اختیاراً با اخلاص برای الله قرار میدهد و بس. پس کسی که پرسیده شد رب تو کیست، با اطمینان کامل با اخلاص تام بگوید رب من الله است، پروردگار عالمیان است، او مرا آفرید، رزق داد و هدایت کرد، من هیچ معبود جز او ندارم. پس این است معنای حقیقی لا اله الا الله. و سپس مؤلف میگوید که فاذا قیل لك بما عرفت ربک، سوال بعدی می شود در اینجا. پس هنگامی که از تو پرسیده شود، یک کسی تو را پرسید، دلخواه انسان، دلخواه شخصی، وقتی که از تو پرسیده شود رب خود را از کجا شناختی، چگونه رب خود را شناسایی کردی، پس جواب مؤمن در اینجا باید چی باشد؟ یعنی دلیلی که انسان را میرساند به معرفت پروردگار عز و جل چیست؟ فقل بآیاته و مخلوقات، پس بگو با آیاتهایش و مخلوقاتش. بآیاته و مخلوقاتی، با آیاتهایش، یعنی با نشانه های او سبحانه و تعالی. به سببی است، یعنی با سبب آن نشانه هایی که در این عالم هستی آفریده است، یعنی شناخت به سبب آیه ها حاصل می شوند. آیت جمع آیت است. آیت نشانه، علامت، دلالت و برهان و حجت است. و آیات ها دو قسم هستند: آیات های شرعی، قرآن و سنت و وحی الهی، و آیات های کونی، عالم آفرینش، آسمان، زمین، آفتاب، ماهتاب، همه این هستی شب و روز، این آیات های الله هستند که دو قسمت. و مخلوقاتش، با مخلوقاتش همچنین همه چیز بعد نیستی مطلق به وجود آمد، الله اینا را آفرید. پس همچنین شریعت، نصوص قرآن همچنین ما را با راهنمایی میکند با طبیعت، که ما این طبیعتی که الله آفریده است با این طبیعت بنگریم و رب را بشناسیم و حق عبادت را از برای او صرف نماییم. و من آیاته لیل و النهار و الشمس و القمر، قول الله سبحانه و تعالی در سوره فصلت. یکی از بزرگترین، بعضی از بزرگترین نشانه های قدرت الله سبحانه و تعالی آفتاب و ماهتاب و شب و روز است. یعنی از بزرگترین نشانه های رب بودن الله گردش شب و روز و آفتاب و ماه است. همه این در زیر قدرت الله سبحانه و تعالی است، در دست قادر واحد است. مؤلف گفت و من آیاتی، یعنی بعضی از نشانه های قدرت او، از بزرگترین نشانه های قدرت او، از مخلوقات او، آفتاب و ماه، زمین و آسمان. زمین چگونه می سبزد می روید، آسمان چگونه بدون یگان ستون، بدون یگان مشکلی قرار دارد.
زمین‌های هفتگانه با آسمان هفتگانه، کوه‌ها، دریاها و هر چیزی که میان این زمین و آسمان قرار دارد، همه این نشانه خالق و رازق مالک معبودی بر حق بودن اوست. و ما بینهما، و هر چیزی بین این آسمان و زمین قرار دارد همچنین هر چیزی. و در دوام چی فرمود الله؟ و من آیاته لیل و نهار و شمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. پس مادام که شما آیه ها و نشانه ها و علامت های الهی بر حق را شناختید، لا تسجد للشمس ولا للقمر، این هنگام شما از برای شمس و آفتاب و ماهتاب شما سجده نکنید ای بندگان. برای چی برای اینا عبادت نکنید؟ چرا اینا رو عبادت نکنید؟ زیرا آنها خود آفریننده هستند، زیرا خود مخلوق هستند. و در دوام فرمود واسجدوا لله الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون. پس عبادت نمایید آن پروردگاری را که اینها را آفرید اگر شما واقعا الله را عبادت میخواهید بکنید. پس عبادت تنها باید برای الله قرار بگیرد، نه به مخلوقاتش. علما میگویند که دلیل بر معرفت پروردگار سه چیز است. دلیل بر معرفت پروردگار سه چیز است. آیه های تکوینی، یعنی عالم آفرینش، همه چیزی که در آسمان ها و زمین است، از آفرینش، از نظم، قدرت، بر سوی حقیقت دلالت میکند، بر سوی پروردگار آفریننده. الله میفرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. مثال می آید برای ما، مثال می آورد برای ما، سوال می دهد آیا آنها از هیچ چیز آفریده شدن، از هیچ چیز پیدا شدن، یا خودشان را آفریدن تا که انسان به هوش بیایند، به خود بیایند. و آیه های شرعی قسمت دوم، قرآن و وحی، سنت، کلام الله، دستورهای الله سبحانه و تعالی که با برهان و هدایت به سوی معرفت او اشاره میکند. الله میفرماید قل هو الله احد الله الصمد. بگو او الله یگانه است، الله یگانه است، شایسته عبادت است. الله صمد است، بی نیاز است، همه چیز به سوی او نیاز دارد ولی او بی نیاز است. الله صمد. و سوم، شناخت الله سبحانه با فطرت، سیرشت پاک انسان، فطرت سلیم انسان. هر انسان با فطرت خود معرفت الله سبحانه و تعالی را دارد، میشناسد. فطرت الله التي فطر الناس علیها. در سوره روم الله میفرماید این از فطرت الله که آدمها را با آن آفریده است که الله را بشناسند. پس رب خود را میشناسیم با آیه های شرعی، قرآن و سنت، با آیه های کونی، آفریده ها، شب و روز، آفتاب و ماهتاب، آسمان ها و زمین، و همچنین فطرت سلیم. هر چیزی در این کائنات قرار دارد نشانه قدرت و عظمت الله سبحانه و تعالی است و به سوی یک آفریدگار عظیم و بزرگ اشاره میکند. پس در جواب سوال که تو را کی آفرید، باید تو بگویی من را الله آفرید. من رب خود را با آیه های او و مخلوقات او شناختم، ولی من هیچ یکی از این مخلوقات را هم عبادت نمی کنم، چون اینا خود مخلوق هستم. تمام اینها عبادت از برای پروردگار انجام میدهم، چون اینها مخلوقات خودشان آفریده شده‌اند، مثل من مخلوق هستند. چرا اینا را عبادت نمایم؟ پس این جواب هم معرفت عقلی است، هم دلیل شرعی است، هم پاکسازی توحید است از شرک، از هر گناه. پس معرفت الله به سه راه به دست می آید: با اندیشه کردن بر این عالم و آفرینش، با آیه های کونی و اقرار و اعتراف به آنچه که الله و رسولش آیه های شرعی بیان کردگی است و فطرت سالمی بنده گواهی بر آن می‌دهد. و قول الله سبحانه و تعالی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. همان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش استوا کرد. یغشی لیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. شب را بر روی روز میپوشاند و روز را بر روی شب میپوشاند. آنها همدیگر را پیگیری میکنند و آفتاب و ماه و ستاره ها که همه تابع و مسخر با فرمان اویند. آگاه باشد که آفرینش و فرمان تنها از برای اوست، بزرگ و با برکت است آن پروردگار جهانیان. سوره اعراف آیه 54. ان ربکم الله، به درستی که پروردگار شما، پروردگار برحق، پروردگار حقیقی الله است، خالق، مدبر، رزق‌دهنده و میراننده و زندگاننده. الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، آن پروردگاری که آفرید آسمان ها و زمین را در 6 روز، نه از ناتوانی بلکه با حکمت و تدبیرش. روز اول روز یکشنبه بود و روز آخرین روز جمعه بود. در روز جمعه به اتمام رسانید. ثم استوى علی العرش، سپس بر عرش، بر تخت قدرت خود استوا کرد. ابن عباس و دیگر سلف صالح گفتند که استوا معلوم و کیف مجهول. استوا معلوم است و کیفیت آن مجهول است. بالاروی و بلند بودن او معلوم است و کیفیت آن چیز مجهول است، ناشناخته است.
نه تشبیه و نه تعطیل و بدون تحریف و تکییف اثبات کرده شود. و در دوام چی فرمود؟ یغشی اللیل و النهار، یعنی شب رو با روز، روز رو با شب میپوشاند. هر کدام یکدیگر زود پیوسته طلب میکنند. و الشمس و القمر و النجوم مسخرات، و آفتاب و ماهتاب و نجوم ستارگان، تمام این کائنات با فرمان اون تسخیر شدند، با امر او، با تدبیر او در گردش هستند. بی امری، تنها با امر او، با اراده او، با قدرت او، نه با قدرت هیچ شیخ و هیچ صوفی، هیچ کس دیگری. الا له الخلق والامر، میفرماید آگاه باشید ای مردم. الا حرف تنبیه است، یعنی آگاه باشید. و لام اختصاص است، یعنی تنها او، خاص اوست آفرینش و فرمانروایی و قانونگذاری. یعنی همه آفرینش، همه امر در دست اوست و فرمانده تنها اوست. تبارک الله رب العالمین، چی با برکت از آن پروردگار رب عالمیان. تبارک یعنی عظیم است، بلند است، زیادش خیر و برکت او و او از کمالات و جلال بای است و برکتش بر تمام مخلوقات جاری است. در اینجا بیان می شود که اسم و صفات پروردگار، این آیه کریمه تأکید می نماید که همان پروردگار شما الله است، یعنی تنها او صاحب تربیه، صاحب غمخواری شما. و این آیه تأکید می نماید برهان آفرینش، حجت آفرینش او پروردگار آسمان ها و زمین، دلیل واضح این که عبادت تنها برای او قرار می گیرد. استوای او، دلیل استوای او بر عرش بودن، نشان دهنده قدرت و عظمت او سبحانه و تعالی است. و پی در هم آمدن شب و روز، حرکت آفتاب و ماه، ستارگان با قانون دقیق الهی صورت می گیرد. پس آگاه باشد، گفت وقتی این رو فهمیدید آگاه باشید، آفرینش و فرمان از آن اوست. یعنی همه آفریدن، همه کارها از آن اوست. الله خالق آسمان ها و زمین و شب و روز است. پس این را که اقرار نمودی، پس بعد مرحله دوم رو از این اقرار نمایی. پس الله بر عرش استوا کرده است، بالا شده است، بدون تعویل و تعطیل و تکییف. و تمام تغییراتی که در این کائنات می شود با امر اوست، با اراده اوست، شب و روز، آفتاب، ماهتاب. پس در دوام چی فرمود؟ الا له الخلق والامر، آگاه باشه که خلق و امر از آن اوست. و در آخر چی گفت؟ تبارک الله رب العالمین، مبارک است پروردگار، مبارک است. چی با برکت است؟ رب عالمیان. پس این آیه کریمه اساس اصلی توحید ربوبیت را، همزمان دلیل توحید الوهیت را و همزمان دلیل توحید اسما و صفات بیان می‌نماید. چون اگر آفرینش و اراده تنها برای او باشد، پس عبادت تنها برای اوست، نه برای دیگری، نه برای کسی دیگری. پس معرفت اساسی پروردگار من الله است. جواب آفریننده است، فرمانده است، بی نیاز است و من هیچ کس رو غیر او عبادت نمی‌کنم. و اینجا مؤلف رحمه الله تعالی با یک آیت بزرگ از سوره بقره، آیت 21 و 22 بر این شناخت پروردگار تکیه می‌کند. اولین امر فرمان الله سبحانه و تعالی بر تمام مردم این عبادت نمودن او با اخلاص و او را با ربوبیت شناختن، با الوهیت شناختن. قول الله سبحانه و تعالی که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، تمام مردم را خطاب به سوی تمام بشریت است. پروردگارتون را عبادت نمایید. اولین امر بر عبادت است در قرآن کریم. امر اولین در قرآن کریم در سوره بقره، در اول سوره بقره امر بر عبادت است. ای مردم، انس و جن، کافر و مؤمن، فاسق و فاجر، هر کسی پروردگار خود را عبادت کنید. آن پروردگاری که شما را آفرید. الذی خلقکم والذین من قبلکم، آن پروردگاری که پیشینیان شما را نیز آفرید. لعلکم تتقون، شاید با سبب شناخت او پروردگار و عبادت او خالص از برای قرار دادن، شاید شما از جمله پرهیزگاران و تقواداران قرار بگیرید. شاید شما از اهل هدایت قرار بگیرید با سبب این عبادت. الذی جعل لكم الارض فراشا، آن پروردگاری که زمین را هموار و همواره کرد برای شما. و السماء بناء، و آسمان را یک سقف برای شما قرار داد. و انزل من السماء ماء، و از آسمان برای شما آب فرستانید. و اخرج به من الثمرات، با واسطه این آب از زمین برای شما ثمره های گوناگون ریزق داد. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، سپس اقرار بر این کردید، پس برای الله کسی دیگر رو شریک قرار ندهید در حالی که میدونید. در اینجا یا ایها الناس گفت، اینجا ندا کرد، خطاب به سوی تمام انسان ها، مؤمن، کافر، منافق. ناس در زبان عرب به معنی مردم است، عموم مردم شامل همه می شود. اعبدوا ربکم، عبادت کنید رب خود را، یعنی عبادت کنید تنها او را با محبت و تعظیم و اخلاص، با تواضع تسلیم فرمان او شوید. اعبدوا ربکم، الرب که معنی رب را گفتیم، مربی، تربیتگر، سزاوار عبادت. الذی خلقکم والذین من قبلکم، آن پروردگاری که شما را آفرید و کسانی که پیش از شما بودند. اوست که شما را از عدم،
از هیچ چیز آفرید، از نیستی شما را به وجود آورد. نه تنها شما را، والذین من قبلکم، آن کسانی که پیش از شما بودن، این هزارها و میلیون ها سال زندگی کردن که تاریخ بر این گواه است، آنها را نیز آفرید، تمام امتان پیشین را نیز. پس اگر او را تو با این خالق بودن اقرار کردی، پس عبادت را از برای او قرار بده. لعلکم تتقون، پس سببی اینکه تو او را خالق شمردی و پس عبادت از برای او قرار بدی چی می شود؟ لعلکم تتقون می شود، باشد که شما از جمله بندگان پرهیزگار قرار بگیرید. پس سبب این عبادت چی بوده است؟ حاصل شوی تقوا و پرهیزگاری. تقوا محافظت نفس از عذاب الهی با اطاعت و فرمانبرداری الله و دوری از نافرمانی او. الذي جعل لكم الارض فراشا، در دام الله فرمود الذي جعل لكم الارض فراشا، آن پروردگاری که زمین را برای شما فراش قرار داد، زمین وسیع را مثل فرش برای شما پهن نمود تا راه روید، سکونت کنید، منفعت بیاورید. و سماء بناء، آسمان را مثل بام و گنبد مستحکمی بدون یگان ستون و پایه قرار داد، بنای محفوظ، بام محفوظ حفظ شده. در دیگر آیه الله می‌فرماید و جعلنا السماء سقفا محفوظا، و ما آسمان را یک بام محفوظ یا سقف محفوظ گردانیدیم. و در ادامه آیه الله چی فرمود؟ و انزل من السماء ماء، یعنی از آسمان، یعنی با واسطه ابرها، با سبب ابرها از آسمان برای شما آب را فرو آورد. و اخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس اگر آب فرود آمد، با واسطه این آب از زمین برای شما ثمره های گوناگون از رستنی ها و ثمره ها رزق داد، میوه های گوناگون حاصل کرد برای شما تا نصیب رزق و روزی بگردید، بخورید و بیاشامید. ثمره، میوه ها، دانه ها، سبزوات و دیگر زراعت ها، همه این میوه ها نعمت های الهی هستند که دلیل ربوبیت و لطف او سبحانه و تعالی است. و در دام چی فرمود؟ فلا تجعلوا لله اندادا، پس بر الله کسی چیزی را شریک قرار ندهید، نید قرار ندهید. پس دیگه حکم کرد، امر قطعی، برای الله همتاها قرار ندهید. انداد جمع نید است. نید یعنی همتا، شریک، نظیر، کسی یا چیزی که انسان با او دعا میکند، از او دعا و کمک یاری میطلبد، میگه این کار انجام ندهید، حرام است این کار، برای غیر الله این کار جایز نیست، چون این شرک حسابی نمیشود و انسان از دایره اسلام خارج میشود. نه فرشته، نه پیامبر، نه اولیاء، نه صنم بود، نه قربانی. و انتم تعلمون، یعنی شما خوب میدونید که همه این نعمت ها از آن اویان. او از آفریدگاری هر چیز، هر نعمتی که داری، با وجود این با از غیر الله میروی طلب مینمایی. رکوع و سجده، نماز، قربانی، توکل، محبت، اینا رو در غیر الله صرف می‌نمایی. پس کسی دیگر رو عبادت کردن این عظیمترین، بزرگترین ظلم است، شرک است. پس این آیه کریمه اولین امر است، امر بر عبادت، خطاب عمومی بر تمام انسانیت. ای مردم، عموم مردم در بر میگیرد. در دام چی فرمود؟ سبب عبادت رو گفت. شما او رو عبادت نمایی برای چیز؟ چون او است که شما را آفرید، او است که شما را رزق و روزی داد، او است که برای شما صحت، سلامتی، نیکویی داد. پس او است آفریننده بر حق که اینو اقرار نمودید. پس چرا غیرش رو عبادت می‌نمایید؟ پس او رو عبادت نمایید. نعمت زندگی رو برای شما عطا کرد، زمین رو برای شما جای استراحت و زندگی، آرایش، آسایش قرار داد، آسمان رو برای شما سقف بنا کرد، ابرها رو فرود آورد، میوه ها رو از زمین رزق و روزی برآورد. همه این از جانب پروردگار است. و در آخر ما را گفت مردمی که برای این اقرار می‌نمایید پس از شرک روی بیارید. ای مردم، این نعمت‌ها را استفاده برای تنها غیرش عبادت می‌نمایید. آیا این از گمراهی نیست؟ آیا این از بی‌عقلی، بی‌فراستی نیست که همه نعمت‌های او را بخوری، نه که غیرش را عبادت نمایی؟ پس شکر و عبادت تنها از برای او قرار می‌گیرد. در حالی که شما می‌دونید، گفت در آخر ولا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، در حالی که می‌دونید، یعنی می‌دونید که همه این آفرینش از برای الله است، پس چرا غیرش را عبادت نکنید؟ چرا در نفس خود ظلم می‌کنید؟ و قول ابن کثیر رحمه الله تعالی می‌فرماید الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده وحده دون ما سواه. خالق این چیزها، همه این چیزهایی که ذکر کردیم، مؤلف دلایل قرآنی آورد، یعنی آفریننده آسمان ها و زمین الله است، نعمت دهنده الله است، تنها اوست سزاوار عبادت. پس مردم این را اقرار نمودید، هو مستحق للعباده. ابن کثیر میفرماید پس او است سزاوار عبادت، یعنی از بس که الله آفریدگار قرار داده شود، مربی هست، مربی تمام عالم است، پس عبادت تنها از برای اوست. یک قاعده معروفی است، علما میفرمایند که من خلق و رزق مستحق للعباده، آن کسی که خلق میکند، می آفریند و رزق میدهد، پس او سزاوار عبادت است. پس این دو آیه که ما تلاوت کردیم و تفسیر و ترجمه کردیم دلیل روشن توحید و رد شرک است. پس عبادت الله واجب است و ترک شرک حتمی است، واجب است. پس همه دلیل آفرینش، زمین، آسمان، باران، میوه ها، شهادت میدهد که نباید غیر او عبادت کرده شود. پس شرک بزرگترین گناه است
زیرا همتا قرار دادن الله همتا قرار دادن کسی با الله است و این ضد عدالت است و این شرک ضد عقل است، ضد انسانیت است. پس عبادت و حمد و ثنا و محبت و دعا تنها برای الله قرار بگیرد. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. پس برای الله شریکان قرار ندهید در حالی که میدونید که او الله آفریدگار و رزق دهنده روزی دهنده است. انداد گفت در اینجا جمع نید است، مانند و شریک یا مقابل قرار ندهید با او. یعنی برای الله همتاها نگیرید، نه در آفرینش، نه در رزق، نه در دعا، نه در عبادت، نه در رکوع، نه در سجود. و انتم تعلمون، شما میدونید. و این آیه کریمه و آیات‌های پیشین با همدیگر ارتباط دارند. آیات 21 و 22. او شما را آفرید، زمین را فرش برای شما قرار داد، آسمان را برای شما سقف قرار داد و از آسمان برای شما باران فرستانید، از زمین برای شما رویانید. همه این دلیل‌های عقلی الله برای ما بیان می‌نماید که شما با هوش بیایید، با خود بیایید. بنابراین پس در این حالت در آخر چیز باید شما عبادت را از برای او قرار بدهید. بارک الله فیکم. در همین جا درس را به اتمام رسانیم. از درس دیگر که نوع‌های عبادتی که باید از برای الله قرار بگیرن ان شاء الله که با شما ذکر می‌نماییم. مؤلف بعد از آنچه که معنی و حکم عبادت را بیان کرد، حالا مثال‌ها و نوع‌های عبادت را ذکر می‌کند که این را ما باذن الله تعالی خواهیم گرفت. در اینجا درس را به اتمام رسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. دعا می‌کنیم که پروردگار دین ما را که اساس کارهای ما اصلاح نما، دنیای ما را که اساس زندگی ما اصلاح نما و آخرت ما را که بازگشت ما به سوی آن است اصلاح نما و زندگی ما را برای ما افزایش دین، ایمان، تقوا و توحید و سوی سنت راهنمایی قرار بده و مرگ ما را برای ما رهایی از هر بدیها قرار بده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.